خب سلام صبح بخیر. خوبین بچه ها. چیز امروز صبح یکشنبه است. روز اول کنفرانسه. حالا یه دونه میتینگ هم دارم ساعت 7:30 برای کار. دارم سعی کنم حاضرشم زودتر که به اون برسم، بعد برم رجیستریشن کنفرانس رو بکنم که این نیم تگامون رو بهمون بدن. گفتم که یه ذره یه قسمت هایی از چیز آرایشم رو بهتون نشون بدم. اول همه برای لب و اینا، من اینو حالا تو اون ویدیوی تراول میکاپ بک هم گفته بودم. یه پرپن پرایم مال مکه. یه چیز خوبی که داره اینه که اگه لبتون اینجوری پوس پوس میشه یا مثلا خیلی وقتی میخواین چیزی بزنین خیلی صاف و صوف نیست، این خیلی کمک میکنه. اینه که میزنین یه ذره که صبر کنین، بعد یه سطح صافی به وجود میاره که برای یا خط لب یا روش خوبه. حالا من میزنم. معمولا سعی میکنم شب قبلش چیز بزنم، لیپ بالم چیزی بزنم، ولی همون روز نمیزنم چون که زیر روش بد میشه. خودش هیچ رنگی نداره. اولش هم که میزنی یه ذره سرش رو کندم. اولش هم که میزنی یه ذره مثل یه لیپ بالمه، ولی کم کم چیز میشه، یه جوری حالا بهش میگن تکی میشه، یه جوری م، جوری نه چسبناک، ولی یه جوری میشه که هر چیزی که بزنی روش بهش میچسبه. این مداد توی چشم مال شنتکای چیزه. اینو معمولا توی چشم میکشم. از ساعت تقریبا 5 و 6 بیدارم و معمولا اگه تو خونه خودمون نباشم خیلی خوب خوابم نمیبرم. دائم میکنم یه هر ساعت بیدار میشد. دیگه ساعت 6 گفتم ولش کن بذار حاضرشم. اینجوری خوبی این یارو مدادای روشن تو چشم، اینه که باعث میشه اینجوری چشم باز بشه، مثلا اگه چشتون خسته. این مداده رو معرفی نکرده بودم. یه مداد چش دیگه میکشیدم، این برای زیر چشم. اینا اکچولی برای بالای چشم گرفتم. اگه اهل اینایی که فقط یه دوم برای خط چشتون میکشین، اینو واقعا پیشنهاد میدم. چیزه وقتی بکشینش بعد یه مدت قشنگ ست میشه و تکون نمیخوره. حالا من برای زیر چشم میزنم، یه خط خیلی نازکی میکشه. بعد من مدادای که مثل مدادن، چی میگن، مداد عادیه زیر چشم، اینا موجه های زیر چشم رو میریزونه و مطمئنم هستم مال مداده، چون که مثلا دقیقا همون جایی که مدادو میکشمه که کم میشه. مدتی که اینو زدم به نظر میاد این باعث نشده که بریزه. ببینین اینو زدم اینو نزدم، خیلی ساتل. این رنگ قهوه‌ای طوره، اسمش لاف سیکه. کشیدم رو دیوار. چی بزنم؟ هم کم این داره همون حالتی که گفتمش. بعد من معمولا خیلی نمیخوام مثلا تو جای رسمی رنگ زیاد بزنم. این مداد لبه که بیشتر برای کانتورینگ لبه، ولی من به عنوان مداد لب میزنم.
این کاری که فکر کردم مثل که دوشنبه است، امروز نیست. حالا همکارم مسیج داد. میبینین اینجوری یه چیز خیلی ملایمه، ولی مثلا من اگه هیچی نزنم بعد یه جوری مثل بیروها، اینو یه چیزی میزنم که فقط مثل مرده ها نباشه. اینجوری مرحله بعدی بکنم بزنم قبل این چیزه، اینو یه دونه میتونشون دادن، این همین مال همکارم داره یه کانفیوز شده بود ساند بین یه شنبه و دوشنبه. این همونه که گفتم بعد این لش لیفتم یه چیزی گرفتم و اینا. بعد این یه نکته ای داره، این برای یه چیز در واقع یه چیز کراتین ماننده برای موجه خوبه، ولی اگه بخوام زیر ریمل بزنم بعد وایسم خوش شدن چه سعی میکنم اول بزنم. حالا خوشین شما میبینین تفاوت قبل و بعد خیلی دیده نمیشه، ولی در موجه ها رو جدا جدا تر وای میسونه. جدیدا کمتر میخوام ریمل بزنم، حالا یه چیزی گرفتم به اسم لش تینت، این ریمله ولی سپوستو که فقط یه رنگ ساده بده بدون اینکه خیلی کلامپی و چیز کنه و موجه ها رو به هم چسبیده کنه. یه دلیلی که اینو دوست دارم قبل ریمل بزنم اینه که باعث میشه ریمل خیلی راحت تر شسته شه. چه قیافه ای چیز کردم میترسین. قیافه اول صبح منو ببین. این موجه رو دونه دونه وای میسونه و یه لایه‌ای داره که موجه رو از ریمل محافظت میکنه. تنکایی که باید دقت کنیم بکنیم اینه که این نباید قطرات آب مثل آب میمونه، قطراتش اینجوری دونه دونه وایسه، چون هموناست بعد خوش بشه. و سعی کنیم که فقط موجه ها بهشون آغشته شه، بعد همونو خشک میکنه. مثلا میگم حالا من استعداد این کرلرای مال چیزو دستی رو ندارم، ولی اگه از اون بزنین بعد اینو بزنین همونو ست میکنه، یعنی یه جورایی مثل چیزی که موجه رو خشک میکنه حالتشو تو همونی که هست نگه میده. نسخه خندم میگیره از همکارم. فکر کنم دیروز که به هم گفت این میتینگ رو داریم من دیده بودم رو کلندرش دوشنبه، تعجب کردم چرا میگه یه شنبه، چون اصلا یه شنبه روز کار نیست. بعد الان بهش گفتم فوروارد کن برام میتینگ لینکو، الان رفته میگه دوشنبه است. بهتر، چون قرار بود این کالا رو تموم کنیم. بعد مون کامیتی اصلیه که مال non-destructive testing، این تستای هدف اصلی رفتنمون اونه. بعد میخواستیم تا قبل از اینکه به اون برسیم که ساعت 9:30 رجیستریشن اونو کرده باشیم که این نیم تگ ها و اینامونو بهمون بدن. بعد اگه کاله یه ذره طول میکشیم نمیرسیدیم و عوضش میرسیم. و میرسم یه صبحونه بخورم، چون صبحونه نخوردم. همیشه سعی میکنم یه پروتین بار بیارم با خودم چند تا، که مثلا مجبور نباشم چیز کنم. اگه مثلا کار سریه و مثلا وقت نمیشه صبحونه خورد،
همون چیزامو بخورم تو هتل با کافی هتل که یعنی استیبل باشم، حالا بعدش مثلا نهاری چیزی لازم شد میخوام. من نمیدونم تا حرف زدم راجع به این چیزی که میکنم. من تو دوره کووید من کلا اصلا اصولا خیلی حالا مشکلی با وزن و این چیزا نداشتم، ولی تو دوره کووید نه خیلی همه چیمون نشستنی و اینا شد، یعنی اصلا یه مدت تا 2 سال اول که تکون نمیخوردی. من یه ذره قندم چیز شد، یه ذره بالا رفت بالا، حالا مثلا در حد مثلا ناشتا 100-105، یعنی مثلا تازه تو رنج همون پری دیابتیک. من چون بابام دیابت داره همیشه یه ذره روی این حساس بودم. بعد دلیل اصلیش این بود که حرکت نمی‌کردیم، ولی یه ذره حساس شدم. حالا مثلا این سنسور هم دارم، یه سنسوری از ایناست که continuous blood glucose monitor. بعد این مانیتور چیز میکنه دیگه، مثلا دیگه اینو اینقدر زدم، حالا دیگه اینو میذارم میذاره خوشه، بعد ریولم رو روش میزنم. چی میگفتم؟ آره، بعد این خوبیش اینه که چیز میکنه، حالا اگه خواستین یه بار راجبش کامل حرف میزنم. مثلا من تجربه پدر خودم رو دارم، اینا مثلا قندی ها بیچاره هی مجبورن از این چی میگن سوزن بزنن، خیلی هم این نوک انگشت و اینا حساسه که این مثلا قندشون و قند ناشتاشون و قند 2 ساعت بعد غذا خوردن ایناشون رو چیز کنن که مطمئن شن اوکی‌ان و اینا. خوبیه اینا اینه که چیز میکنه دائم، فکر کنم هر چند دقیقه یه بار این ریکورد میکنه رو موبایلت میاد دیگه، تو مثلا تفاوت قند تو اینا رو میبینی. حالا البته این سنسور که من گرفتم مال خود دیابتی‌ها نیست، یعنی نباید اصلا هیچ نوع دارو و چیزی بخوری. برای اون یه سنسور دیگه داره که یه ذره سریعتر دیتا رو میده، ولی خوبیش اینه که حتی مثلا به دستگاه انسولین هم وصل میشه برای اونایی که لازم دارن انسولین پامپ چیز میکنن، خودش اتومات وقتی لازم باشه چیز میکنه. ولی این بیشتر مثلا برای همینه که تو مثلا ترند قند تو بدونی مثلا چه غذایی تریگرش بیشتر میکنه که روی حوالی اونا احتیاط کنی. حالا این برندی که دارم کلا تو آمریکا 2 تا میجر برند هست، مال اسمش چیه، یکیش مال، حالا اسم این برند چون آمریکا همه چی رو اسم میذارن، اینی که من دارم اسمش لینگوه، مال ابت، آره فکر کنم مال کمپانی ابت، این مثلا کمپانی مادرشه که ممکن اشتباه کنم الان 100% نیستم. بعد یه کمپانی دیگه هم از این مال اینا اوور دی کانتر میفروشن. حتی تو اروپا اینجوری مسخره بازی ها نیست، ولی تو آمریکا چون FDA همه چی رو رگولیت میکنه، همه چیزای دارویی و اینا رو، چیزی که بخوای برای پابلیک بدی که بدون نسخه پزشک بخواد خیلی باید حواسشون باشه و اینا. حالا اینا همون ورژن برای خود قندیار هم دارن، ولی اون رو باید با نسخه پزشک بگیری. تنها فرق اصلیشون اینه اونا دیتا بیشتر، یعنی مثلا بازه زمانی که این دیتا آپلود میکنه با اون چیزتره، اون مثلا 3 برابر اون دیتا چیز میکنه، به یه مقدار دیتا رکورد میکنن، ولی این مثلا هر 3 دقیقه یه بار یا هر 5 دقیقه یه بار دیتاشو آپلود میکنه، اون مثلا هر دقیقه مثلا. و برای قندیا خب مهمه دیگه، مخصوصا اگه تو اونایی که انسولین چیزن، تو اون لحظه‌ای که قنده میره بالا باید بدونی، وگرنه چیزا اشتباه میشه اینا. خب ولی چون برای عمومه مثلا بیشتر مثلا ببینی متابولیسم بدن چجوریه، رو چه غذایی حساسه، اینا خیلی چیز دارویی نیست، بیشتر مثل حالت چه میدونم مثلا این واچا که میبندیم که مثلا بعد از اگزرسایز اینا چیز کنیم، مثلا اونجوری تره. بعد آره این یه برند دیگه هم اسمش دکس کامه، اونم خیلی چیزاش معروفه، اتفاقا خودم هم دارم مال اونو. اونم یه دونه از این اوور دی کانتر داده. این لینگو اسمش، اون اسمش چی بود؟ حالا یه بار من کامل راجع به این براتون حرف میزنم، اپ ایناشو نشون میدم.
حالا وقت خوبش اینه که دیگه هم مثلا چه میدونم قندتو دائم میبینی دیگه، قند ناشتاتو میبینی، اوریج روزتو میبینی چقدر اسپایک داره و اینا. چون کلا توی این چیزای قندی چیزایی که مهمه اینه که اولا قند ناشتاست، کلا اوریج روزت، این اوریجا همونیه که بعدن چه میدونم تبدیل میشه یه وقتی که میخوای قند رو امتحان کنی 2 تا چیز هست به بازمایش خون میتونی بکنی. یکی همون قند ناشتاست، یعنی هیچی نخوری بری امتحان بدی بعد مثلا گلوکوزتو بسنجن. دومیش که یه مژر بهتریه قند چیز A1C هموگلوبین. این یه چیزیه که اوریج 3 ماه تو در واقع یه چیزی تو خون هست. حالا یه دوست دکتر دارم اگه اینو ببینه منو میکشه، اگه مثلا چرا چیزا اینا پیشنهاد پزشکی نیست حواستون باشه. ولی کلا کاری که میکنه تو 3 ماه اون اوریج گلوکوزتو میبینه. مثل که توی خون یه چیزایی هست که اینو مثلا میمونه تا 3 ماه که در واقع اکسپوژر تو رو به قند نشون میده. البته این حالا برای بعضی برای خیلی ورزشکارا اینا این میتونه یه ذره آف باشه، چون اونایی که بدنشون اینو این چه میدونم بازسازیه رو تو بیشتر از 3 ماه میکنه ممکنه یه ذره آرتفیشلی دیتای بالاتر بدن و اینا رو حالا بعدن یه بار راجبشون حرف میزنم و اینا. ولی آره اون مژر بهتریه. مژر مثلا میگم ما اگه مثلا یه هفته چه میتونم اکسپوژرتون به قند و اینا زیاد بوده بعد حالا ناشتا هم بریم باز یه ذره ممکنه آرتفیشلی بالا باشه، ولی اون A1C چون اوریج میکنه تمام 3 ماه یه ذره مژر بهتریه. بعد حالا میگم خوبیه اینا اینه که تو کلا مثلا میبینی چجوری دیگه تمام دیتاتو میبینی و اینا. بعد آره کلا من که ازش راضیم. اوکی فکر کنم بعد از اینکه ریمیلم بزنم این ژل ابرومو بهتون معرفی کرده بودم تو این چیزایی که ژل ابرو امتحان ژل ابرو. من این چیزم هم نبستم، مایکم هم نبستم، نمیدونم چقدر از صدا میره، ببخشید اگه صدا کم اومد. این ژل ابروم توی اون چیز فیوریتم بود. یه مدت برگشتم به مال چیز بنفیت 24 hour gel، یه ذره ابرومو میریزوند دیگه، تصمیم گرفتم نزنمش. بعد اینو میزنم، اینو خیلی راضیم خدایش. خوشم اینه اگه مثلا یه چیز عادی میخواین، یه لیفت عادی میخواین، خوبه یه ذره بزنین و بعد دیگه ادامه ندین. ولی اگه میخواین قشنگ لامینیت هم شه اون کارم میکنه. حالا من بهتون نشون میدم. باید سعی کنیم فقط کار کنیم این موهای من میاد باشه. خوبش اینه از این سفیدکا نمیزنه. اکثر این ژل ابروها مشکل سفیدک زدن داره. دیگه ابرو میکنم که اون یکیشو بره. ابروهای منو همشون شرق غربی هم جا میره. آلوده شده که چسبیدم. یا اون لحظه های آخر فقط این براشش رو میکشم. اوایلش براش فقط دارم به ابرو میزنم، ولی این دوم ابرو واقعا براش رو میکشم روی پوستم اینجوری ست میگشتم. میدین تفاوتشو؟ این ویو فایندرش بایستاد چرا اینجوری میکنه؟ میدین تفاوتشو؟ خیلی مهم. من با این آینه 10 برابر مگنیفیکیشن کار میکنم. سختم بدونم. دو چیز گرفتم از این چیزایی میرم از این چیزایی زیر ابرو گرفتم. در واقع کانسیلرن، یه نوع کانسیلرن فقط برای ابرو. بعد خیلی خوبن، 2 رنگ گرفتم. رنگ روشنشو میزنم اینجاهای ابروم، دارم با آینه حرف میزنم. رنگ روشنشو میزنم اینجاهای ابروم، رنگ دیگه‌شو میزنم دقیقاً زیرش.
و خیلی چیزن، من دوست دور چشم کلا یه ذره خشک میشه و این خیلی خوبه. مهم نیست چقدر خشک باشه، دقیقا چیز میکنه. یه ذره میزنم اینجا، یه ذره اینجا، بعد با براش صافش سلچی چیز کنم. این براشم حالا بعدا براتون چیز میکنم. ببینین چقدر چیزای کریمیه برای تمیزکاری زیر ابرو. این براشا مال یه یوتیوبری جدیدن چیز داده، نمیدونم میبینین چیزاشو، تاتی بیوتی. تازه یه براش ست داره، یعنی واقعا جنسشون انقدر خوبه. اگه براش براتون مهمه پیشنهاد میدم چیزشو چک کنین. این قشنگ، من چون مثلا این یه کانسیلر براشه، اینو داشتم مال آنستازیا رو. بعد وقتی اینو من اولینو چیز کردم، این واقعا تفاوت براش خوب و بد خیلی زیاده. اینجوری بعدم این رو روشنشو اینجا میزنم. بعد کاری که میکنم یه بود دستم همینجوری پخشش یه ذره فقط برایتنر. دم ریملان رو بزنم. چونم باتری موبایل دادم، باتری این چیز دادم. این چیز، این ریمل قهوه‌ای مال لانفام خیلی دوستش دارم. تنها ایرادش این بود که راحت شسته نمیشد، ولی الان خوبش اینه با این ژل، با این چیز سرم ابروه همونم درست شده. البته یه ذره به خوبی بدون اون وای نمیسه، ولی راضی. مثلا رنگش، من رو رنگ ریمل خیلی حساسم، چه دوست دارم یه ذره لایت تر از چیز چشم باشه که خیلی خوبه. دوست دارم برم یه ذره بیرون یه چیزی هم بخورم، ولی خوشبختانه کافی رو خوردم، یعنی یه ذره بیدارترم. اینم ریمله برای زیر چشه، از این چیزش مثل فلزه و خیلی میتونید دقیق بزنی، خیلی ماژه‌ها رو دونه دونه و جدا جدا وایمیست. هرگلاس هم یه ورژنشو داره، این مال سرات بیوتیه، اینو خیلی بیشتر دوست دارم. حالا ولی اون تینته که گرفتم فکر میکنم برای دوتا، هم بالای چشم هم پایین چشم خوبه. نگاه کنین اینجا الان جدا جدا و چیز شد. باید چک اوت، امروز باید چک اوت کنم. آره
امشب چیزامو جمع کنم دیگه. مونه تو خوش میشه. این به صابونای هتل عادت ندارم، اون خیلی خوش میشه. این کرم خیلی کمک میکنه. این کرم خوبیشو میخوام بهتون بگم، توی ما شیکاگو که بودیم هوا خیلی سرده دیگه، بعد سرما مثلا یه جوریه که بعد یه مدتی مثلا دستا انقدر خوش میشن که ممکنه اصلا خون بیاد. بعد این مثلا اینو که میزدی قشنگ همه چی درمان میکرد زود. من الان پارتنرم هم دوست داره اینو. و در نظر بگیرین یه مردی که حاضر دست به کرم بزنه، ببینین کرم چقدر خوبه که اون حاضر میشه اینو به دست. خوبی این عطر اینه که مثلا تو آمریکا خیلی اینا چیز نمیکنه، خیلی اهل عهد زدن نیستن مثلا تو محیطای کاری، ولی خوبی اینه مثلا توی اتاق توی مثلا چیز که خودت بزنی بعد یه راه خیلی ملایمی ازش میاد. اینجوری نیست این کار که مثلا اتکلون رو خودت خالی کردی. اینشو خیلی دوست دارم. اوکی فکر کنم حاضر بودم که برم با همکارم چک کنم ببینم اون چیکار کرده، کی میخواد بره رجیستر کنه که من برم یه چی بخورم. حالا ببینم اگه تونستم یه ذره از صحبت بگیرم، نمیدونم دوربین رو با خودم ولی میبرم. خب مرسی که دیدین، برمیگردم. خدافظ. رفتم پایین چون با همکارم قرار گذاشتم 8:45 یه ذره پروتین باره گرفتم فرقی مجموع باشم برم. خیلی ساندویچ هم گرفتم چون یادمش English muffin breakfast تخم مرغ و این چیزا داره. چی گرفتم که بخورم ولی یه احتیاج داشت. باید این دستگاه ها درست کرد، خیلی کافیه واقعی نبید. تو آغاز کرد 3000 ساعت توی این یارو ماکروفرش گذاشت. بار اصلا هنوز بیدار نشدم. این 10 دقیقه دیگه برم چون تا اون هتل هم یه ذره راهه. و نتونستم خود هتل کانونشن رو بگیرم، ولی حالا خود کانونشن هم تو 2 تا هتل برگزار میشه، یه مریت یه هیلتون. بغل همون زن رجیستریشن یه جاست خود ایون یه جا دیگه. بکنم بیرون سرده 40 درجه فارنهایت. خوشحالم پروتین بار داشت، فردا میتونم بیدار شدم بخورم همینجا و بعد برم. سپلیمنت هم بیارم.
به پارتنرم زنگ بزنم و بعد برم. ببینم خدافظ.